بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از همکاران بسیار فعال، پرتلاش، متخصص و اثرگذار در مجلس شورای اسلامی که فعالیت‌های ایشون هم در سطح حوزه انتخابیه، هم در سطح استان فارس و هم در سطح کشور مورد توجه بوده، آقای دکتر رضایی، نماینده محترم مردم شریف جهرم و خف در مجلس شورای اسلامی بودند. ایشون خیر و برکات زیادی برای سطح استان فارس داشتن، منهای توجه ویژه‌شون به حوزه انتخابی خودشون. جایگاه ویژه ایشون به عنوان رئیس کمیسیون عمران و نماینده چندین دور مجلس شورای اسلامی با توجه به تجارب ارزندشون باعث شده که ایشون بتونن اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشن. طبیعتاً حضور ایشون در مجلس شورای اسلامی هم برای مجلس نیازه، هم برای استان فارس مورد نیازه و هم در حوزه انتخابیه میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. امیدواریم که ما بتونیم از تخصص، از درایت، از تدبیر و از اون تجربه بالای ایشون در مجلس شورای اسلامی کماکان هم در حوزه انتخابیشون، هم در استان فارس و هم در سطح ملی استفاده کنیم.